آقای دکتر صحبتایی از آتش بس میشه، نظر شما در رابطه با آتش بس و بستن تنگه هرمز توسط ایران چیه؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس رو ندارن. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی های 50 سال اخیر هست. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگه هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم، امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست. بنابراین شرط دوم خروج آمریکا از خلیج فارس است.